خب من در ابتدا 2 شیت میخوام بسازم. اولیش میام اینجا پروداکت نیم رو میندازم و سیلز رو میاریم اینجا قرار میدیم. فروش به تفکیک محصولات رو اینجا داریم میبینیم. از روش یه دونه بدید پروداکت، خب اسمش رو میذارم سیلز، یه دوپلیکیت ازش میگیرم. این دفعه به جای سیلز پروفیت رو اینجا میندازم، سورتش میکنم و مینویسم پروفیت. خب من برای اینکه بتونم تاپ 10 محصولات رو ببینم به 2 روش میتونم عمل کنم. اولین روش این هستش که بیام اینجا و روی سیلز روی پروداکت نیم فیلتر رو بزنم و برم تو قسمت تاپ بگم که بیا به عنوان مثال 10 محصول برتر رو از نظر مجموع فروش نمایش بده. اپلای بکنم این رو نشون میده. خب این به صورت استاتیک هست، اما من استاتیک مد نظرم نیست، میخوام به صورت داینامیک این خروجی رو داشته باشم. بنابراین رو حالت نان این رو ست میکنم، میام روی قسمت بالا کریت پارامتر رو میزنم و اسمش رو میذارم تاپ n و اینتیجر رو قرار میدم و مثلا عدد پیش‌فرض رو هم 10 ست میکنیم و میگم کاربر بتونه از 1 تا مثلا نهایتا 20 تا محصول رو انتخاب بکنه و یه دونه بره بالا. خب البته چون که اینتیجر هستش هم بازم فرقی نمیکنه، چه استپ سایز دارم چه استپ سایز نذارم یه دونه میره بالا. اوکی میکنم، این پارامتر ساخته شد. حالا برای اینکه داینامیکیش هم بکنیم باز اینجا 2 روش وجود داره. توی حالت اول این هستش که ادیت فیلتر رو بزنم، بیام توی تاپ که اینجا با هم دیگه دیدیم، اگه بخوایم به صورت داینامیک باشه به جای اینکه عدد فیکس رو ست بکنم تاپ 10 رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم و ملاحظه میفرمایید که اینجا شو پارامتر رو بزنم، کاربر میگه که 5 تا 6 تا و هر تعدادی که مد نظرش هست رو میتونه انتخاب بکنه. بریم حالا توی داشبورد. من اجازه بدید یک داشبورد مثلا با سایز اتوماتیک اینجا ست بکنم، سیلز و پروفیت رو اینجا داشته باشم. حالا در کنار هم دیگه اینا رو ببینیم. خب بریم توی پروفیت پروداکت نیم رو هم اینجا انتخاب بکنم و بهش بگم که تعداد رو بر اساس این فیلتری که به عنوان تاپ 10 انتخاب کردیم سلکت بکنه. ملاحظه میفهمید که اینجا هست. خب این گفتم توی حالت داینامیک هم 2 روش داریم. یه روش که به این صورت بود، روش دوم با استفاده از کلکیولیشن. من اونم میخوام برات توضیح بدم. اجازه بدید فقط ادیت فیلتر رو بزنم و اینجا رو حالت نان بذارم که همه محصولات رو نمایش بده. تو پروفیت هم برم و ادیت فیلتر رو بزنم و رو تاپ و همه محصولات رو بریم نمایش بده. خب کلکیولیشن جدید رو باز میکنم. برای اینکه از فرمول استفاده کنیم میریم سراغ رنگ. خب اجازه بدین بنویسم بعد توضیحش رو بهتون میدم. سام پروفیت. خب اینجا دارم میگم که بیا محصولات رو عرض به حضور شما که بر اساس مجموع سود مرتب بکن، از بیشتر به کمتر رتبه 1 تا رتبه n رو بده. یعنی محصولی که بیشترین سود رو رسونده عدد 1 رو میگیره، محصول بعدی رتبه 2 و الی آخر. حالا اینو که نوشتم میخوام به صورت ترو فالس خروجی رو بگیرم. میگم کوچیکتر مساویه با همین پارامتری که اینجا ساختیم. اسمش هم میذارم تاپ 10 پروفیت. خب انتظار داریم خروجی کار ما به صورت ترو فالس باشه. من اینجا میارم اینو تو این قسمت قرار میدم، میگم ترو رو برای من برگردون و کلیک راست و شو پارامتر رو میزنم. دقت بفرمایید که اینجا هم به این صورت داره فیلتر انجام میشه. خب بریم همین کار رو با سیلز هم انجام بدیم. من میام روی این کلیک راست میکنم، دوپلیکیت میکنم و ادیتو میزنم و اینو روی سیلز ست میکنم. سیلز تاپ 10 هم که سر جای خودش کاری نداریم. خب اینجا من یه دونه داشبورد جدید میسازم، اینم به صورت اتوماتیک قرار میدم. به عنوان مثال اینجا قرار میدیم. خب ملاحظه میفرمایید الان من توی اینجا اینو اضافه نکردم. این تاپ 10
سیلز رو هم توی فیلترامون بذارم که بگم فقط اگه اون شرط برقرار بود برای ما نتایج رو نمایش بده. دقت بفرمایید توی این حالت من میخوام 8 تا محصول برتر رو نشون بده، 13 تا محصول برتر یا 4 تا محصول برتر رو برای ما نشون بده. خب این روش هم به استفاده از کلکیولیشن بود. موفق باشید. آماتک، پلی برای تبدیل کسب و کار شما به یک سازمان داده محور.